بار دیگر درود میگویم به همه اونهایی که این لحظه ها در پخش مستقیم ما رو تماشا دارید. بینندگان عزیز، یک خوش خبری داریم که میخواهیم همین لحظه ها به شما برسونیم. بالاخره پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین فرمانی در انتظار رو امضا کرد در باره قانونی کردن حضوری مهاجرانی که تو این لحظه ها در روسیه قرار دارند و مهلت این قرار تا 15 ایون به اتمام میرسید. یعنی تا 30 سپتامبر اکنون مهاجرانی که حجت‌هایشان درست نیست میتوانند این حجت‌هایشان را درست کنند. خب البته متن این قرار الکی به نشر رسیده است، ولی با زبانی کمتر مشکل فهمی حقوقی تهیه شده است و اکنون من از همکار عزیزم عبدالله خواهش میکنم که برای شما بینندگان عزیز با زبان ساده محتوای این قرار را توضیح بدهد. عبدالله. سلام شهلا. بله، این طور گفته خیلی یک قراری است که برای حقوقشناسان بیشتر فهم است. ما با برخی از حقوقشناسان البته صحبت داشتیم. قرار 364 است که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین امضا کرد. موافق آن همه آن امتیازهایی که 15 ایون طور شهلا گفتند به اتمام رسیده بود برای 90 روز دیگر تمدید کرده شد، یعنی دراز کرده شد، یعنی تا 30 سپتامبر. همکنون موافق این قراری که پوتین امضا کرد، مهاجران کاری که در روسیه قرار دارند و سندهایشان به اتمام رسیده بود و غیر قانونی شاید در آنجا بود و باش دارند، حق دارند به اداره های پلیس مراجعت کنند با عریضه و در آنجا اداره پلیس آنها را البته جریمه میکند، ولی بعد از آن خوب پیدا میکنند که سندهایشان را قانونی کنند، یعنی سند ثبت اقامت خود را بگیرند از نو و در این اساس پتنت بگیرند و قانونا در روسیه کار کنند. ولی باز هم تاکید میکنم این مهلت دائمی نیست و تا 30 سپتامبر است و پس از صدور این قرار مهاجران الکی میتوانند به اداره های پلیس مراجعت کنند و خود را وضع حقوقی خود را در یعنی از فردا. بله عبدالله، الکی این قرار از فردا به حکم اجرا می‌دارد و نگفتن نماند که این قرار به آنهای داخل دارد که اگر در دوام این 3 ماه یگان حقوق ویرانکنی نکنند و در این صورت هیچ یک مقامات پلیس حقوق نخواهد داشت که شما را از قلمرو روسیه اخراج نماید. ضمناً عبدالله، یک سوال دیگر این است که سال 2020 قرار پوتین به همین مانند امضا شده بود که امتیاز میداد به مهاجران و فرمان نوبتی با چی فرق میکند؟ بله انشاءالله فرمان نوبتی اندک فرق دارد. با اون فرق میکند که در این فرمان نوی پوتین مشخصا گفته شده است که در مهلتی، یعنی عمل کردن این قانون 90 روز، پلیس، کارمندان پلیس، دیگر کارمندان انتظامی روسیه حق ندارند مهاجران را از قلمرو روسیه اخراج کنند. یعنی بازداشت و جریمه کردن ممکن است اما اخراج کردن حق ندارند موافق این قرار نوی پوتین. و فرقیت دیگر این قانون در آن است که آنهایی که در روسیه مثلا حالا چند سال شاید غیر قانونی زندگی داشتند و یا یگان سندهایشان نقص دارد، آنها حق دارند، یعنی عفو اعلان شده است در این 90 روز و آنها حق دارند به اداره پلیس بیایند با عریضه مراجعت کنند. البته اگر یگان حقوق ویرانکنی آنها داشته باشند، حقوق ویرانکنی مأموری آنها را جریمه میکنند، ولی پس از آن آنها سندهای نو را میتوانند بگیرند بدون رفتن مرز، بدون عبور مرز. آنها میتوانند حجت‌های خودشان را از جمله سند ثبت اقامت و در این اساس پتنت نو بگیرند و قانونا فعالیت خود را ادامه بدهند. خب طور فهمی تشکر عبدالله. بینندگان عزیز، مهم این است که شما تا 3 ماه دیگر مهلت خواهید داشت که حجت‌های خود را در حدود روسیه به ترتیب درآورید.